استودیوی دوست دارم. کاملا بدون تمرین میرم رو استیج. وقتی هم که رو استیج میرم همه حرکاتم به قول معروف فلوده است. آرمین یه خواننده هستی که آدم نگاهت میکنه رو صحنه حتی الان نمیدونه داری اخم میکنی داری میخندی. خب این برای دردسر که ایجاد نکرده تا حالا. چرا خیلی سوال میکنن خیلی ولی اصلا این نیست که بخوام خودم رو بگیرم تو قیافه باشم یا چیزی. و یه چیزی میخوام بگم که شبیه صلیب برای دراکولاس هم چیزی میگن. من نشیدم. بهش میگن جواز. فکر کنم نشنید تو رو چیه؟ خب خدا رو شکر. خواستم بگم که میونت با جواز چطوره توی ایران میکنه یه روز اصلا دنبالش بری اصلا واقعا بیخیال شد چون شما یه گروهی هستین دیگه تو رضایا و تتلو هستی تیم پاپ ایرانی. جواز اتفاقا اینکه به ما همونجوری که میدونی تا الان ندادن و بعد از اینم فکر نمی‌کنم بدن. منتها خب ما همجوری کار نمی‌کنیم که مشکلی با همون برامون پیش بیاد یا مشکلی با همون داشته باشن. جوری می‌خوایم که هم مردم حالا تو هر سنی که هستن بپسندن، همین که یه سری‌ها که تو این کارن مشکلی باهاشون نداشته باشه. آقا خیلی ممنون. پس ان شاءالله هیچ وقت سرکار با جواز ان شاءالله نباشه. آرمین امیدوارم که تو قسمت بعدی برنامه یه روزی ببینیمت. خب توی پرفروش‌ترین آهنگ‌های روز تو اون تلویزیون نگاه کن ببین خوشت میاد یا نه. تا کوکمون در نرفته آرمین یک آهنگ برای ما اجرا میکنه، آهنگی که خودش به جای 3 نفر دیگه هم میخواد بخونه، یعنی به جای تومه، تتلو و رضایا. این شما و این آهنگ دلبر. دلبر شیطونه بلا ابرو کمونه مبتلا درو میگی دوستم داری دختره که پر ادعا بگو چرا منو نمیخوای با من توی جایی نمیای مگه چی ازت کم میشه اگه یه نمه با بالا بیای دختره که شیطونه مش بد اخلاق بلد چموش بدون من هر جا میری لباس تنگ و کوتاه نپوش ما رو سر کار میذاری و هیدم خونه تو خال میذاری چون که میخوای بپیچونی ما رو بگو واسه چی قرار میذاری تو که مهربونی واسم عزیز جونی تو اصلا بگو ببینم تو کی با من میمونی من دل نگرونم به لب رسیده جونم میخوام از تو بشنوم تو کی باهات میمونم همه برات بد خواب دیدن تا تو رو میبینن از حال میرن پسرای محلمون پشت توی صف راه میرن دور و برت یه سر پسره نکنه شیطونی بزنه به سرت دوست پسر دار مینه با از بقیه پسرا یه سر که سر همه حسودا دور و بر تو هم میخواد جلوی من تو رو بده کنن ولی بدون فقط منم که رسما میخوام تو رو بر خودم تو که مهربونی واسم عزیز جونی تو اصلا بگو ببینم تو کی با من میمونی من دل نگرونم به لب رسید جونم میخوام از تو بشنوم تو کی با من بمونم دلبر بگو کیه از من بهتر برو رو تاقچه دلم وایسا با از روش بپر تو بغل من بگو دستاب توی دستا منه نگو دل دست با همه نکنه دل تو از آهنه نه نمیکنم دل من از تو یاری نداره این دل بر از تو دلبر خودم این بب باریده کجا پیدا میشه آخه بهتر از تو که مهربونی واسم عزیز جونی تو اصلا بگو ببینم تو کی با من میمونی من دل نگرونم به لب رسیده جونم میخوام از تو بشنوم تو کی باهات میمونم تو که مهربونی واسم عزیز جونی تو اصلا بگو ببینم تو کی با من میمونی من دل نگرونم به لب رسیده جونم میخوام از تو بشنوم تو کی باهات بمونم. آرمین بود تو AFM که هم عزیز جون هم بیشتر از این نمیتونه بمونه. تا هفته آینده بهتون بدرود میگم از طرف خودم و تمام بچه‌ای که پشت صحنه هستن دارن ما رو نگاه میکنن. بای بای.